صحبت‌های معاون زنان رئیس جمهور را در رابطه با تعداد مهریه ببینیم و برگردیم. میخواستن که 110 تا سکه رو به 14 تا سکه تبدیل بکنن، ولی ما نظرات کارشناسی خودمون رو مطرح کردیم، بیش از 100 ساعت بررسی کردیم و نظراتمون رو به دوستان مجلس منتقل کردیم و خدا شکر از دستور خارج شده. خانم معاون زنان رئیس جمهور، از شما یه سوال دارم. به نظرتون با این تصمیم و کاری که انجام دادید به رشد آمار ازدواج کمک کردید و یا به کاهش آمار ازدواج کمک کردید؟ الان خیلی از جوونا هستن که این همه تلاش میکنن، این همه کار میکنن تو این وضعیت اقتصادی که بتونن سر و سامون بگیرن و ازدواج بکنن، ولی از ترس مهریه و تعداد بالای مهریه نمیتونن ازدواج کنن. پس چرا رهبری میان میگن که من فقط برای 14 سکه به پایین میام عقد میخونم؟ این خودش به چه معناست؟ به معنای اینه که شما و افرادی که خواهان این هستید که تعداد مهریه بالا باشه، این باید کمتر بشه تا بتونن جوان‌ها ازدواج بکنن و سر و سامان بگیرن، ولی شماها نمیذارید. با این دست فرمونی که دارید پیش میبرید و نمیدونم دنبالش چی هستید، دارید پیش میرید و کسی هم به شما متاسفانه هیچی رو نمیگه. من شما مردم سوال میپرسم، آیا بالا بردن تعداد سکه مهریه درسته یا پایین آوردنش؟ کدومش به رشد و افزایش ازدواج در جامعه کمک میکنه؟ یا